وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت آدمکشی با بیرحمی مخصوص خبر داد. پیرمرد 72 ساله از شهر کولاب را در پایتخت شهر دوشنبه با مشت و لغت تا مردن لطکوب کردند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، نیمه شب 3 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 02:20 دقیقه در ناحیه فردوسی جسد پیرمرد 72 ساله ساکن شهر کولاب با علامت‌های مرگ مجبوری دریافت کردند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان که پیش با ماده‌های 244 و 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی و غارتگری زندانی شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کردند. بنا به فرضیه میلیسیا، گمانبر شونده شب 2 به 3 ینور در حالت مستی از حیثیت افباشی پیرمرد مرحوم را به یگان اساس با مشت و لغت زده از پای افکنده است و سپس جیب‌هایش را کوفته از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه لطکوب پیرمرد 72 ساله در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگری حادثه آورده نشده است.